معذرت میخوام بچه‌ها، کارم زیاد، خودم رو تکثیر کرده بودم. الان درستش میکنم، نگران نباشین. من نباید اونجا باشم، من امشب باید اینجا باشم. پس با عزتون 1 2 3. نگران نباشین، همه چی تحت کنترله. به نام خدا سلام به همتون. بازگشت پر افتخار امیر مهدی ژوله به مسابقه رو تشریف کنید. سلام. به مناسبت بازگشتم چه کارهایی چه اتفاقایی افتاده. سینما بیرحم آرامباد جوانه با یه فرد حذفش میکنه. همینجوری قبلا داورای سرسنگینی بودیم، مسابقه علمی تخصصی بود. خواستیم یه ذره برای جذابیت ایجاد کنی، برگشتی کیف کنی. تازه شما گم میخوام خرگوشم در بیاد. و خواهش میکنم که داور دیگه مسابقه رو، خوش اخلاق و خوش خنده جمعمون رو خواهش میکنم، حسن مجبوری. حسن، همه میگن چرا اینقدر آقای معجونی اخم میکنه؟ اخم نکردم من. من عصبانی شدم. حسن جان من، فکر کن داری همینجوری ببین. بله. شل کن. جان من شل کن. اونی میشی که داری نگاه میکنی ها. بله. شل کن. آها. از این کارا خوشت نمیاد مثلا؟ آها. آها چو. آها. حالا نگردار. برگرد ببیننت. اینه. همیشه همین بوده. مدام من کنارش بودم، همه رو بغل میکردم، گریه میکردم، مهربونی میکردم، تراز میشد با هم دیگه. الان من نبودم، عصبانیت میزد بیرون. اخمه دیدی که من بد اخلاق نبودم، عصبانی بودم. اینقدر ظاهرا شدید بوده که این صحبت رو داره میاد دیگه. یعنی کل برنامه رو تحت تاثیر رنجتون در سلول صورتتون پیدا بود. رنجی که داریم میکشین و عصبانیتی حسنی که ما میشناسیم واقعا قنده. واقعا نگاه کنم چجوری نگاه. الان در یکی از اوجهای قند بودنش. خیلی خوش اومدین ژوله، خیلی خوشحالم تو رو دوباره میبینم. قربون برم، مرسی. نبودنت با وجود لذت بخش پژمان قابل تحمل شده بود. ممنون ازش که اومد اینجا. ازش یه دست برای پژمان بزنیم. واقعا دمش گرم. و پژمان کمدین درجه یک، که می‌خواستم درجه یک رو به کار نبرم، ولی کمدین تراز اولی که میتونه تحلیل کنه و بفهمه کاری رو که داره انجام میده. و متنی که جلوشه. و داوری هم با هم دیگه ستایی خیلی بله و خوب و روون جلو رفتیم. نظرهای خوب و حال کردیم. انرژی خیلی خوبی هم به بچه‌ها داد. تو الان حالت خوبه و من 2 هفته قرنطینه کامل رو گذروندم. واستادم تا تستم منفی شد. اصلا 4-5 روزه نبود. سخت بود؟ سخت عجیب غریب نه، ولی خیلی بیجونی و خستگی و سر و صورت ملتهب و خیلی اذیت میشد دیگه آدم. و همزمان بود مریضی من با سالگرد مهرداد میناوند و علی انصاریان و تو نه اینکه بترسی ولی یادآور همه دوستا و عزیزای من تو خانوادهمون، تو اقوام و فامیل، خیلی آدمای درجه یکی ما دست دادیم تو کرونا و خیلی برای ما تلخ بود در واقع تو فامیل و اینا. و همین امروز حالا من خدا رو شکر خوب شدم. همین امروز بالای 100 تا جون عزیز از دست رفته و نزدیک 40,000 نفر مبتلا شدن و به نظرم مردم و مسئولین باید خیلی این در واقع این موج و این پیک جدید رو جدی‌تر بگیرن و مراقبت‌های بیشتری از هم بکنیم و اینا. چند تا چیز باعث شده جدیش نگیریم. 1 اینکه واکسنامون رو زدیم، همه میگیم نه دیگه مسئولیم. 2 شنیدیم که اصولاً خفیفتر از کووید 19 است. 3 اینکه شنیدیم زودتر هم جمع میشه، یعنی شرایط سختش مثلا 2-3 روز 4-5 روزی همچین چیزیه. برای همین شل گرفتیم، خیلی خیالمون راحته، بغل میکنیم. الان داره میزان بستریا میره بالا و فوتیا میره بالاتر. بله اینجوری. و همه جا پره، و بچه‌ها هم خیلی مبتلا میشن به این قضیه. بله و همه جای شهرم
در واقع تو میبینی که خیلی پروتکلی رعایت نمیشه، نه فاصله گذاری، نه ماسک، نه چیز، و بستری ها و اینا خیلی از اونهاییه که در واقع واکسن نزدن متاسفانه، ولی آمار 100 تا کشته، هر کدوم اینا جون عزیزی هن و عزیز یه خانواده هن و فقدانشون خیلی رنج و درد داره. حالا در ادامه همین ماجرا که داریم میگیم، علت این که من امشب اینجا هستم این بالا اینه که امیرعلی نوویان عزیزمون همسرش مبتلا شده. امیرعلی میگه که احتمالاً من ناقلم پس نیام. خانمش علائم داره، امیرعلی علائم نداره، ولی گفت قطعاً من الان ناقل خواهم بود. و متاسفانه من خیلی رو شنیدم یا دیدم که با همون چیزی که شنیدن 4-5 روز تو خونه هستن، بعد میان بیرون و ناقلن. بله. و دمت گرم. تو 2 هفته تو خونه نشستی نه؟ آره 2 هفته. گندم هم 10 شعبان روز کامل. گندم و همسرم و 3 تایی دور هم، یه کرونایی بود دور هم گرفتیم. خوبه تو خانوادگی عالیه. اصلا جمع خانوادگی در هر وضعیت. این دست من یکی کاریش بکنه. شاه حسینی جان یه گوشی بده، من نوویانو بگیرم باهاش حرف بزنیم. صداشو بشنویم. ساکت چون من اینو بگیرم دستم رو حواس. مرسی. خب امشب میخوایم آرا رو اعلام بکنیم. از بین شما کیا مسابقه رو تا اینجا دنبال کردن؟ عالیه. کیا رأی دادن مرحله آخر رو؟ خیلی خوب، عالیه. خواهشم اینه که اصولا رأی بدین. خیلی 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 برای بچه ها اهمیت داره. الان اگر بفهمین کیا حذف شدن افسوس میخوریم، چون این رأی ندادن ها قشنگ توی وضعیت بچه ها تاثیر داره. گریه ندارم دوباره. الان میگیرن امیرعلی رو میگیرن اینجا صداش پخش میشه. اصلا امشب و من فهمیدم چرا تو نشستی یکی به اجاره امیرعلی، چون اینجا ما کاری نداریم امشب، ولی اونجا میتونی بچزونی و بازی کنی و آره. آره. و من تا حالا این کارو نکردم. دوره‌های قبلی احسان انجام میداد، میگردوند. این دوره رو امیرعلی. الو سلام. سلام آقا. سلام امیرعلی. شاکریم. چطوری؟ ارادت دارم، مخلص شما. قربونت برم. خب من میرم اونجا میشینم که هر سمون توی قاب باشیم و هی کات به کات نشه. آقا چطورین شما؟ قربون شما. خیلی من الان رو آنتنم یعنی؟ بله دیگه. خب آقا زودتر میگفتی یه وقتی چیزی نگم. سلام به همه، به شما، به آقای معجونی، به امیر مهدی ژوله عزیزم که امیدوارم خوب شده باشه، اومده باشه. مطمئن آره بله همونجا نشسته. به به. امیرعلی جان سلام. سلام. من در غیاب صدای تو گفتم به بچه‌ها که تو و همسرت چقدر جویای حال من بودین، چقدر رفیق بودین و کنار من بودین و همش ابراز میکردین که هر کاری هر کمکی هست در واقع کنار من باشین و خیلی ناراحت شدم برای این اتفاق و منم طبعا و متقابلا هر کمکی بالا با در تماس هستم از من بر بیاد در خدمت تو و همسرت هستم. خیلی محبت داری. خیلی ممنونم. من سلام به همه میکنم، به همه تماشاگران. نمیدونم بچه‌ها الان استندآپ کمدین ها هستن یا نه. نه هنوز. آره دلم پیش همتونه و اینکه راستشو بخواین بعد از اینکه تست دادیم و مثبت شد، من راستش علائمی ندارم ولی گفتم حتما مبتلام یه وقت ناقل نباشم بیام اونجا همه رو مریض کنم. مرسی. یعنی تو نه تنها یه کار خوب کردی، فرهنگ سازی هم کردی. بله. در واقع هممون این کارو بکنیم. در واقع اگه تو خونه کسی علائمی داره و مبتلاست ما مراعات کنیم که ناقل نباشیم برای بقیه. دم شما گرم. به همیشه آدم حسابی شما. مخلص شما. خواهش می‌کنم. آقای معجونی هم داره لبخند میزنه. خیالت راحت. باورم نمیشه آقای معجونی داره لبخند میزنه. بله اصلا سند داریم اینجا داره ضبط میشه. آره اصلا دچار تحول شدم، رفتم عوض کردم خودمو. آقا ارادت دارم. خیلی مخلصم. دلم اونجا پیش شماست و خیلی دوست دارم که نتایج رو زودتر بفهمم که چی شده چی نشده. بعدا بگیم. برات میفرستیم. مرسی، خیلی ممنون. عزیزم خیلی مراقبت کن. با در تماسم من. فدای تو بشم. به همسر محترم سلام برسون. سلام خیلی برسون. بزرگیتون رو میرسونم. مراقب خودتون باشین. هر کاری هست لطفاً به ما بگین. قربون شما برم. محبت شما همیشه فراوون و از سر ما زیاد بوده. شاکریم آقا. خیلی ارادت دارم. شب خیلی خوبی بشه ان شاء الله. قربونت برم. مخلصم. خداحافظ. خب ما
خواننده عزیز و درجه‌ای که داریم که میخوام دعوت کنم تشریف بیاره، منتها بریم بیایم بعد ایشون رو ببینیم. خنده بان دوست تو میساز روز تو، 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 خنده بان دوست تو. احباب خانم آقایون، فریدون آسرایی. قربونت برم، بیاین جلو. فدات بشم. چکر. سلام عرض کردم. خیلی عوض شده خندوانه. آره خیلی. بزرگ شده. آره نه که نبینم گاهی سن و میبینم سالی ولی ازش خیلی رفته. آره خیلی آره. خالی شد. قربان خیلی سلام و عرض ادب خدمت سلام عرض عرض میکنم. می‌کنم خدمتتون. من اون پشت دیدمتون دیگه و ماسک ماسک داشت داشتین تشخیص ندادم. نشناختیم. قربونتون من برم، خیلی فداتون ارادت بشم. دارم. قربونتون برم. شما همیشه عزیزی به فدای افتخارش شما دست بشم. بزنید. قربونتون برم. قربونتون برم. فریدون چطوری؟ قربونت برم مرسی. خوب رو برا؟ همه چی خوب خدا رو شکر. ماشاءالله همیشه درجه یکی. قربونت برم شما لطف ما دارید. هممون جزء طرفدارای جدی و مفصل تویی. مگه جز پای ثابت خندوانه قربونت برم. بعد که اومدم دیگه همیشه خجالت به ما می‌کشم. لطف داشتی. فداتون همیشه. بشم. یکی از بهترین شبا بود شبی که تو اومدی. زنده باشی. خیلی عزیزی. آقا خیلی دمت گرم. دوباره شما رو زیارت میکنیم. سلامت باشید. مخلصم. فداتون افتخار بشم. فریدون. باریکلا. باریکلا. به این میگن یک گروه موسیقی آماده. خب بریم بیایم دیگه، بچه ها رو دعوت کنیم بیان و اینجا پوست بکنیم. بعد ریز نمک عقده بازیامونو دراریم دیگه. سیخ کباب اون داغ لینون آدم خاره. تو اینجا بودی بچه ها در امنیت بودن بیشتر. رو به اونجا بگیم بریم بیایم. همه آفرین محکم ها. حسن و ژوله میخوام ببینم چیکار میکنن. امشب ببینم چیکار میکنین. هر شب واسه خودتون هیچ کار نمیکردید. آماده محکم بچه ببینیم با دست راست میگین بریم بیایم. یه بار انجام بدیم ببینم. بریم. نه بزنین فقط حسن و ژوله. بچرخین قشنگ. بچرخین من حساسم روی این چیزا. قشنگ با دست راست 1 2 3 بریم بیایم. خیلی خوب حالا قشنگ میگم. آماده 1 2 3 بریم بیایم. خندانن شو واسه خندیدن آماده شو، خندانن شو واسه خندیدن آماده شو، خندانن شو واسه خندیدن آماده شو. علی غریب. هدفم شاد کردن دل مردم بود که نشد. که شد. شد. من همه سعی تلاشم کردم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خیلی چکرم. حالم خیلی خوبه چون تلاشمو کردم دل مردم رو تا اون اندازه‌ای که واقعا می‌خواستم و در توانم بوده شاد کردم. محمد حاجی زاده. خدایا بخندم همین مردم. و نوبت به یاشار رسید. بچه‌ها دمتون گرم، همه رفیقایی که خیلی کمکم کردین، عاشقتون. نوبت میرسه به حالت ستوهی. امیدوارم که بخند. خانم آقایون شما خیلی قشنگی. داورامون خیلی قشنگن. خیلی نوکرم. عرض کنم رسید اون لحظه‌ای که باید شرکت کننده های محترم بیان روی صحنه و بشنون و بشنویم و بفهمن و بفهمیم که
کدوما به مرحله بعد راه پیدا کردن و کدوما حذف شدن. خیلی مرحله عجیب و سختی بود. از 8 نفر یهو قارچ نصف شدن، یهو 4 نفر رفتن. دعوت میکنم از خنداننده شوهای عزیز شاه حسینی جان، داری چی کار میکنی عزیزم؟ کیت آرا رو آوردم. خب چرا بین بچه‌ها واسطه؟ نمیذارم بیام داخل. آها، بهت فرصت میگن نمیدن. آره اجازه اول. بدید رد شه. چقدرم تو بی زبونی واقعا. برات سخته که بگی بزنین رد شم. همه چی این توه؟ بله. یا خدا. واه، کی مهرمومش کرده آقا؟ بدون معجونی کی مهرموم کرده؟ آره. واقعا خیلی خوشحالم میبینمتون. امشب بچه وظیفه- خیلی دلم براتون تنگ شده بود واقعا. اینجا خیلی دوستتون دارم و واقعا همه اجراها رو میشنیدم و میدیدم و همش همونقدر دلنگرانی و همون عشق و علاقه رو بهتون داشتم. چیزی از ارادت من به شما کم نشد. متشکرم. من یه چیزی راجع به آقای معجونی بگم. تو رو خدا، استادی که اینجا میشینه و با اجرای بد بچه‌ها ناراحت میشه و میمیک صورتش به هم میریزه و عصبانی میشه و دلخور میشه، اون دلسوز بچه هاست. کاملا. دلسوز این صحنه است، کاملا. دلسوز برنامه است و این بچه ها رو دوست داره و طاقت نداره که اونی که انقدر خوبه یهو اجرای بدی داشته باشه و ناامیدیشو و ناراحتیشو و رنجشو نشون میده. ولی اینکه هر کی میاد با هر کیفیتی اجرا کنه تو هار هار بخندی که دیگه ایشون استاد بازیگری هن. کاری نداره براشون که، ولی ایشون دلسوز بچه هاست و براش این بچه ها و اجراهاشون و سرنوشتشون و این استیج و این برنامه مهمه. به احترام همه اخما و رنجش های آقای معجونی یه دست و به افتخار دلش. خیلی عالی. امشب وظیفه کندن پوست 4 نفر شما بوده منه. خب آقایون اجازه میدین؟ خانما الان یکی کمه. آها، توسلی، محمد حسین توسلی علائم شدید داره و مونده خونه. آخه در این مرحله از 8 نفر شرکت کننده 2 نفرشون با آراء داورا به مرحله بعد رفتن که یکیشون توسلیه که الان خونه داره استراحت میکنه و دیگری نیما سهرابی. شش نفر به نظر و رأی شما سپرده شدن و الان آرا دست منه. در مجموع 2,584,167 رأی در این مرحله داده شده و جمع شده. 4 نفر از شما امشب از مسابقه خنداننده شوی 3 بزرگ کمدی و استنداپ حذف میشه و از دور مسابقه بیرون میره و 2 نفرتون به جمع 2 نفر دیگه میپیونده. میریم برای نیمه نهایی و اونجا ببینیم کیا به فینال و نهایی راه پیدا میکنن. خیلی هیجان انگیز شده. بعد حذفی میشه اونجا دیگه. بله یعنی دیگه. 2 تایی با هم میخورن، بعد یکیشون. بله دیگه، 2 شب، هر شب 2 تا اجرا، از هر اجرا 1 نفر به فینال میره. خب من در ابتدا یکی از حذف شده ها رو اعلام میکنم. با 250,872 رأی
محمد حاجی زاده. خیلی ممنون. من نمیدونم چرا اینقدر خوشحالم. نه احساس کنم این فشاره و این چیزایی خود کم شده. الان خلاص شدی. آره این یه تموم شدنه رو من نمیدونم، شروعای دیگر رو دارم میبینم. بله. که اتفاقات خوب البته افتاده برام، خیلی راضیم، خیلی خدا رو شکر میکنم. دومی خوشحالی بابت اینه که واقعا جدی دارم میگم آقای ژوله امروز اینجاست. الهی قربونت برم. اینو جدی دارم میگم، انقدر دوستشون داشتم ببینمشون و اینکه سالم هستن، خیلی خوشحالم. عزیزم. و اینکه یه تشکر کنم از همه جناب آقای جوان، جناب آقای مجونی و همه دوستان که اینجا کمک کردن، پدر مادرم، خانواده‌ام، دختر گلم که خیلی خیلی حمایتم میکرد. با اینکه من میدونستم شاید اول نشم ولی اون گفت نه بابا اولی، بودم باش مرسی. و عباس کریمی دوستم و تشکر بچه‌ها بخوام بکنم زیاده، من عذرخواهی میکنم از همشون. یکی هم همشهریام دم قزوینیا گرم و ترکایی که همزبونامن و همه مردم لورا و کردا و همه دم شما هم گرم، دوستتون دارم. انقدر خوشحال میرم خونه پیش خانواده‌ام، خیلی مخلصم. بفرمایید آقایون داورا. آقا شما اگه نه خواهش میکنم. آقای حاجی زاده، اولا که مرسی بر محبت و لطفت، میدونی که من چقدر دوستت دارم. دوما اینکه اینجا بیشتر از اون که مسابقه باشه یه برنامه استعدادیابیه. این برنامه ساخته میشه که امثال همه شمایی که تو روی این صحنه این مردم بفهمن که شما چه استعدادهایی، چه تالنت‌هایی و چه قابلیت‌هایی دارین. این اتفاق برای شما افتاده و الان تو هواداراتو داری، طرفداراتو داری و دختر نازنینت باید به تو افتخار بکنه. علاوه بر این که آدم خوبی هستی که اون حتما بیشتر از ما میدونه، شما استندآپ کمدین خوبی هستی، مدل و سبک خودتو داری و قطعا تو این مسیر تو رو بیشتر خواهیم دید و خیلی متشکرم. خیلی خوشحالیم که تو این برنامه بودی. جزء ویژگی‌های خیلی خوب این برنامه بودی. خیلی خوشحالم که باهات آشنا شدم. کوچیه شما، خاک پایشم، زنده باشید عزیزم. شما نکته‌ای ندارین؟ من هم توشه راهش بشه. توشه راه نه، از این که کشاورز بود و استندآپ میکرد برای من خیلی خاص بود این اتفاقه. یه جوره آدم حسابی بود به نظرم. یعنی هست همچنان بود که آره. شغل اجداد من کشاورزی، خودم هم به شدت اون شغل رو دوست دارم ولی تو بخش اجرام هستم تو شهرم. ولی شغلی که دوست دارم و داریم همچنان ادامه داریم میدیم کشاورزیه. چی میکاریم؟ ما قدیم تا سال 85 شاید یه خورده قبل‌تر مثلا با حالت گوجه و هندونه و اینا بوده، ولی الان چند سال درخت داریم ما که درخت شاتوت داریم، بفرمایید، درخت گردو داریم. بعد دیگه قیمتامون هم خوبه دیگه. حالا یه چند تا صندوق می آوردی اینجا. الان زمستونه، حالا بیار بعدن بیار اینجا. دمت گرم. منم به نوبه خودم باید بگم که منم از دیدن تو، آشنا شدن تو و اجرای تو بسیار خوشحالم و لذت بردم و بازم برای تک تکتون این جمله رو تکرار میکنم که این صحنه مال شماست و شما دیگه عضو جدی و رسمی خانواده بزرگ خندوانه و کمدین ها هستی، استندآپ، و هر موقع بیا اینجا قدم سر چشم منه و لطفاً یه کار آماده کن زودترم بیا. استرس افتاد باز بجونم. امیدوارم این کامنت ها و نظرهایی که ما دادیم یه وقت برای تو ترمزی نبوده باشه، کمکی چیزی بوده باشه. آماده کن کار بیا. چشم قول میدم بس. بله واقعا چون شما میگید چشم. شاکرم. مرسی. خداحافظ. محمد حاجی زاده بالاخره نوبت تو شد. چقدر طول کشید تا به امروز رسیدی محمد؟ 20 سال. به یه نفر میتونی یه چیزی بگی؟ باران. یعنی جوری دست و دل بسته است خودش کف دست خودشو ندیده.
مردم همینم ندارن. ما یه دونه وسیله نقلیه خیلی خوب به اسم دوچرخه داشتیم. نه ما هنوز تو باختیم. محمد حاجی من آدم عادی نیستم. اجرای بسیار سختی خواهد بود اجرای اول حتما. و عجبا محمد حاجی زاده. خدایا بخندم همین مردم. بگو بابا ببودم جا افتادم سوختم. شما استشاد محلی بیار. بعد تو رژم میگفتن بابا من نگه مادر جان عزیزم. بهتر بدتر سری از یه جهت خوشحال بودم که خندیدم و این سری از دو جهت که حالا داورا راضی بودم. محمد حاجی زاده پدر نداشته به کشاورزی بود. اگه ما یه شغل دیگه هم انتخاب می‌کردیم نمی‌ذاشت. گفتم خودتون بزنید. محمد حاجی زاده. خب خوش گذشت. این مهمه. این تایم خوش گذشت و اینکه دوستای خوبی پیدا کردم انصافا. همین دیگه. همین. از خدا چی میخوای؟ از خدا پیدا کردی و خوشم گذشت و دیگه عزیز دلم. دم همه اونایی که بهم رأی دادن گرم، دم همشهریام گرم، قزوینیای مهربون، دوست داشتنی ان شاءالله که همیشه مردم ایران شاد باشن. دم هموطنا گرم. یا علی خدا. آقا راستی ای بابا چی بگم؟ منو میدونست. ببین آدم بگه یه چی یادم میره. بعد معمولا اون چیزی که مهمه یادم چیه بگو. آقای یزدان فتوحی یعنی چجوری تشکر کنم؟ چجوری میتونی ازن تشکر کنی؟ دمش گرم. بله. افتخار میکنم به این که من اینجا مربیم آقای یزدان فتوحی بوده. نمیگم چه عذابایی کشیده. چقدر هرس دادی. ممنونی عزیز. انشالله که منو ببخشه. نامبر وان این بازم میبینیمت. گروه ها. عزیز دلم انشالله. خیلی مخلصم. میخوام راجع به این براتون توضیح بدم که اسنوا در 400 تا شهر 1300 تا فروشگاه داره. سلام. بیا راحت باش. 1400 تا فروشگاه داره و این فوق‌العاده است. در نتیجه شما برای اینکه به یک فروشگاه برسید اصلا لازم نیستش که از خونتون برین در یک منطقه‌ای که همه فروشگاه‌های لوازم خونگی اونجا دیدین همیشه بورسش یه جاست. فقط لازم نیست برین تو ترافیک گیر کنین از خونه خیلی دور بشین و اینا. به راحتی میتونید یک فروشگاه نزدیک خونتون پیدا کنین. یا مثلا ممکنه بعضیاتون شهرتون در یک وضعیتی باشه که برای خرید محصولات این چنین لازم باشه شهر عوض کنین. خیلی راحت. پس عدد 9 رو بفرستید به 303435 و اطلاعات مفصلی رو به دست بیارین یا تشریف برید توی سایت اسنوا.ir. اینجوری اون وقت اونجا هم میتونین که کلی فروشگاهی که وجود داره، یعنی 1300 فروشگاهی که وجود داره رو بررسی کنید، ببینید کدوم نزدیک شماست، آدرس دقیقاً چیه، شما تلفن چیه، تشریف برید اونجا و بهترین انتخاب بکنید. چاکرم. برنامه رو تماشا کنید. چکریم. که از 8 نفری که اینجا نامشون هست و حذف شده، البته اینو بگم که الان از این 6 نفر آقای حاجی زاده نفر 5م بود. نفر 4م رو میخوام اعلام بکنم با رأی 273705 رأی. کیه؟ یعنی کی میتونه باشه؟ مصطفی احمدی از شاهرود. عرض
عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبای گل که الان توی استودیو حضور دارن و عزیزایی که دارن ما رو میبینن از قاب تلویزیونشون. خیلی خیلی باعث افتخار و خوشحالی بود که بتونم حداقل از این قاب تلویزیون دل مردممو شاد کنم. و یک تشکر ویژه از خانواده‌ام، بعد بزرگتر شهرم شاهرود، استانمون سمنان و مردم کشورم ایران به افتخارشون یه دست قشنگ بزنیم. مرسی. و یک تشکر که باعث شدیم ما یه خانواده دوم پیدا کنیم، اونم خندوانه است که قطعا ما خودمون عضوی از این خانواده میدونیم و کامنت های شما خیلی 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 سازنده بود تو این قضیه، مخصوصا کامنت آقای معجونی توی سری قبلی که اگر شما رو برای کار کمدی انتخاب نکنن خیلی ضرر کردن. واقعا اتفاق بزرگی بود توی زندگیم و شروع شد تلفن‌ها زنگ زدن‌ها و میگفتن چقدر قشنگ گفت، هیچ کارگردانی زنگ نزد، هیچ تهیه کننده‌ای زنگ، هیچ کی زنگ نزد به خدا، هیچ کی، فقط خانواده میگفتن آفرین آفرین اینو بهت گفتن. و خیلی خوشحال شدم. مرسی از همتون. قطعا کار آماده میکنم و میام بدون اینکه بگین و نه میگیم میگیم واقعا میتونم بیام ان هر موقع و زود ان بازم دوستتون دارم. مرسی آقای ژوله، مرسی آقای معجونی، مرسی آقای جوان و تمام عوامل خندوانه. دست همتون در نکنه، دم همتون گرم. مرسی. آقا بفرمایید. نه من قبل شما صحبت نمی‌کنم. من چون غیبت داشتم نبودم هی لطف میکنم میذارن من ولای حرف زدنم فروکش کنه. تو حتی خدافزی کردنت هم جذابه وقتی هست میشی، یعنی حتی بلدی چه جوری حرف بزنی، چه جوری رو صحنه باشی، با اون کامنتی که دادن شوخی میکنی. تو صحنه مال توئه و تو مال صحنه‌ای و من تازگی‌ها متوجه شدم که تو اصلا دورش رو دیدی استندآپ کمدی و آموخته این کاری. یه حالت مظلوم چیز داشتی که من فکر کردم آخه این حیوانکی یه استعداد چیزی، ولی دوره دیده، شاگرد امیر کربلایی زاده بوده، تو آکادمی استندآپ اون یاد گرفته و کار اجرام میکنی تو. بله بله بله. کار دیگه چه کار میکنی؟ کل زندگیم یعنی از سر همین راه، از 12-13 سالگی و همین کار اجرای صحنه‌ای، مجریگری یا میان پرده و همین استندآپ رو انجام میدم و حتی به خاطر همین من لیسانسمو 8 ساله گرفتم، یعنی 16 ترم طول کشید چون توی راه رفت آمد بودم و تازه 1-2 سال تهران موندم. به خاطر همین رفت آمده اصلا نمیرسیدم برم سر کلاس و 16 ترم طول کشید. حالا اون حرفایی که راجع بچه‌ها زدم سری قبل، یعنی برای آقای حاجی زاده در مورد تو صدق میکنه و تو دیگه این کاری دیگه من چه کامنتی بدم؟ تو برای یه وقت من اجرایی میکنم، یه وقت استندآپ میکنم، اگه کامنتی داری به من بده. واقعا از 12 سالگی رو صحنه ای. قربونت برم، موفق باشی، خواهیم دید تو رو. ممنون. خیلی بچه شیرینیه به خدا. حالا زنگ نزدن ایرادی نداره، زنگ میزنم، مهم نیست. ببین واقعا مراحلی که شما اونجا با هم بودین کار میکردین، چون اینا دیده نمیشه، به این میرسیم که یه نفر میشه نفر اول، اون یکی میشه دوم، ولی اون پروسه‌ای که دست جمعی توی یه بازه زمانی اونجا با هم داشتین کار میکردین و فلان، بعید میدونم اونو هیچ وقت فراموش بکنیم. بله قطعا. دستون در نکنه. ممنون. متشکرم. یا بزنیم یا نزنیم. آره تو، من هم باید بگم که تو خیلی شیرینی، خیلی بامزه‌ای، خیلی خوشمزه‌ای و تماشا کردنت بسیار کار لذت بخشه. دوست داشتم، به شخص دوست داشتم تو مرحله بعدم میدیدمت، رأیت این شکلی شد ولی واقعا بجم زودتر کار آماده کن بیا حتما. لطفا. چشم. فقط یه نکته این که میگفتن پارتی بعد فامیل تهیه کننده و این قضیه، میخواستم بگم که واقعا این داستان نیست، خدا نیست. 2 ماه درگیر همین داستان. نه اونایی که میگن خودشون هم میدونن دارن حرف موجهی نمیزنن. اونی هم که حواسش هست و میفهمه و متوجهه و میفهمه به منظور این که ساختار و قاعده برنامه سازی رو متوجه، این که یه آدمی پارتی داشته باشه چرا میخواد بیاد توی برنامه تلویزیونی؟ به خدا اگه آقای احمدی تهیه کننده ما فامیل به این با مزگی داشته باشه
آره نه اینا که میگم اونی که حواسش هست متوجه است که این اتفاق از هم چیز وجود نداره. تازه اگه شما هم فامیل آقای احمدی تهیه کننده خندوانه باشیم، این چه اعتباری باید خرج بشه بابت چی؟ تمام شد. آره چاکری. دمت گرم. مخلص. مرسی. بله آقای مصطفی احمدی از شاهرود. نوبت مصطفی احمدی، ببینیم چی کار میکنی. خیلی سال زحمت کشیدم براش، شاید بالای 15 ساله. انشالله که بتونم و از پسش بر بیام. آخر همه کلمات هست. بعد معطلش نمی‌کنه. به اینجا میگین آرنج دیگه. این چه؟ مصطفی چطور بودی؟ عالی. نوبت میرسه مصطفی احمدی از شاهرود. مرسی. ایشالله که با آبی رو برگردم. دوباره دیگه. یه چیزی اینجوری داره نگاه میکنه. و کل خدا رو شکر میکردم که چشمام میبندم میخوابم. یعنی جیرا پاشو میکنم به اندازه 500 تا تک تومانی. بعد کلا رو میدادم بالا، راه خانه رو پیدا میکردم میرم. چرا موتور بابا رو نگفتی؟ برمی داشتیم چی؟ نشانه تربیت درست. به چرا بابا میگن چی داریم کجا هست؟ چیه؟ ما خانمو داریم. چون مامان اونجا بلند میگه دیگه همه میفهمن. مصطفی احمدی. سبز و انقدر شعور. به چرا برمی داشت میبرد رو محتابی میذاش، اصلا بگو مرد اسم اونجا جاه راحت باشیم تو رو خدا. گفتم الان خودم پسر و خانواده‌ام میرم خارمه. بعد پدرم نگاه کن مصطفی جان انقدر شعور. مصطفی احمدی. مصطفی احمدی شاهرود. شما هم که رفتنی شدید. نه کجا رفتیم، این تازه الان یه مسابقه بود که توی 1/4 آقا اینا رو ما باید بگیم، تو باید بگی نه من دیگه رویه ندارم، دیگه نمیتونم. ما بگیم نه باز هستیم. نه اتفاقا الان دارم کار آماده میکنم برای بعدی. آره خب خوش گذشت با شما. مرسی فداشم. مرسی از اون 540,000 نفری که سری قبلی رای دادن، 200 خورده هزار نفری که الان ولی بیام ببینیمشون. مرسی. دم همتون گرم. همتون دوست دارم. مرسی. با اجازه. قربان. چی شد تو دیگه چیه؟ مهمترین نکته‌ای که باید بگم واقعا مرسی از یزدان فتویی که تا این آخرش پامون وایساد. به خدا یعنی از ما اگر بیشتر زحمت نکشیده قطعا کمترن زحمت نکشیده و خیلی دلسوزی کرد برامون توی مسابقه و از جون مایه گذاشت. دمش گرم. ولی قطعا انشالله نیما سهرابی سرش بالا نگه داره. مرسی. انشالله. بفرمایید. آنا ستوهی. خانم ستوهی بفرمایید. اگه میخواین چیزی بگین میتونین برین بگین و بیاین بشینین. مخلصه. آره. ما یه چیزی بگیم. آره دیدی خیلی دوست داره حرف بزنه یارو. من مسابقه خنداننده شوی 3 یک بار برای من تموم شد بعد از اجرای استنداپ تیسوشان خانم هانا ستوهی. نجات. اجرای نجاتشون. بفرمایید. من اون هر کسی از اون شب، هر کسی تو این کشور بخواد کارگاه آموزش استنداپ کمدی بذاره، فاکتورهای استنداپ شما در اون شب قابل تدریسه براشون. و اگر شما با رأی داور نرفتین، چون فاصله کمی داشتین، حالا آقای احمدی هم همین داستانو داشت، شما باید به اون اجرا برگردین. شما استانداردها رو جابجا کردین و انتظارها رو هم از دیگران
و در وهله اول از خودتون بالا بردین و من دلم میخواد اجراهایی در اون سطح ببینم از شما در نیمه نهایی و در فینال. دم شما گرم، خسته نباشید. در فینال نه هر جا، یعنی در ادامه. یه چیزی هم بگم خیال همه رو راحت کنن. از اینجا به بعد داورا دیگه هیچ کس رو نه بالا میفرستن نه بیرون میفرستن، میشینیم حرف میزنیم، همه رأی شما مردم میدین. این بهتر هم است. چون قاعدمون این بود، از اولم سناریومون این بود، تا اینجا رو ما دخالت میکنیم، مشارکت میکنیم، از اینجا به بعد دیگه ما خودمون میکشیم عقب، فقط رأی مردمی. خیلی خوب. نفر آخر این جدول با 247,300 رأی از این 3 نفر کدومشونه؟ یاشار کبیری. سلام خدمت همه حضار توی سالن و بینندهایی که توی خونه ما رو میبینن و خدمت اساتید محترمم و بچه ها. خیلی خوشحالم که تا این مرحله تونستم که توی مسابقه باشم. افتخار خیلی بزرگی بود برای من شنیدن نظرات شما بزرگواران نسبت به خودم و اینکه تونستم از این جایگاه اجرایی داشته باشم و خدا رو شکر یک تعدادی راضی بودن، یک تعدادی حالا ناراضی بودن، ولی خب خدا رو شکر میکنم چون که تا همین جایی هم که اومدم خیلی به نظرم لطف خدا بود و دمش گرم. همیشه یه جوری منو میکشونه و توی مسیرهای قرار میده که واقعا برای من خیلی جذاب و لذت بخش. من رشتم یه رشته دیگه منو یهو کشوند اصلا برد توی تئاتر. من یهو شدم بازیگر تئاتر بازی میکردم و یه روز گفتن که این مسابقه هست، مثل اینکه یه ویدیو فرستادیم، یهو اسممون اومد و همینجوری اومدیم و خدا رو شکر واقعا تا همین الانش خدای دمت گرم. و اینکه تشکر میکنم از رفقایی که خیلی کمکم کردن، از مربیم آقای مجید افشاری. آقا مجید من شرمنده مگه کمکاری کردم. از مردم شهر زادگاه هم میان دو تشکر میکنم که خیلی حمایتم کردن و از مردم شهر زادگاه هنریم تبریز که من چند سالی اونجا زندگی کردم و بیشتر جوونیم رو اونجا بودم و همیشه حمایتم کردن، دمشون گرم. و اینکه خیلی ممنونم از خانواده‌ام که همیشه حمایتم کردن. مخلصم. از خدا و میان دعا و تبریز تشکر کرد، خندوانه و شماها و من. استاد اول گفتم افتخاری بود برای من که اینجا باشه پشت واسه میبینم. حالا شما فعلا کار آماده نکن. به نظرم یاشار کبیری واقعا سر تو بالا بگیر. به نظرم یکی از آدم‌هایی که متنای خیلی درجه یکی داشت. حالا ببین بالا نیومدی اصلا چیز نیست، قرار نبود که حالا 12 نفرتون میان بالا، بالاخره این اتفاق میفته، ولی واقعا کارت درست بود. قربون شما برم. یکی از این ویدیوهایی که برای رأی آوردنت پر کرده بودی با روپوش پزشکی بودی. تو الان تو صحنه ای و با رشته‌ت داری کار میکنی؟ بله بیمارستان. تو چه بخشی هستی بعد؟ من الان بیمارستان امام تهرانم، بخش داخلی و اونجاییم دیگه هر روز. و کرونا اینا میبینین و اینا. من دست تو، همه همکارای تو، همه پزشکان و پرستار و همه کادر درمان رو میبوسم. واقعا تو این 2 سال وسط میدون و چقدر هزینه دادین، چقدر آدمای نازنین از دست دادین.
من خودم یه دختر خاله مادر از دست دادم، یعنی تو کادر بیمارستان امام بود، اونم خانم خدا بندلو، نمیدونم میشناسی احتمالاً و اینا، این بستگان ما بود. من دست شما رو میبوسم واقعا برای این فداکاریتون و این زحمتاتون و اینکه با تمام اینا و با این فشار روانی، با این حجم کاری تو دغدغه استندآپ و دغدغه کمدی داری، خیلی جذابه و خیلی برای من عزیزه و رو چشمم رو سرم میذارم. دم تو گرم، میبینیمت. فداتون بشم. قربونت برم. مخلصم، دمت گرم. خیلی خیلی اجراهای جذاب و باحال و دوست داشتنی ازت دیدیم و باز لطفاً کار آماده کن، زودتر بیا. قربونتون برم. مرسی. شرکت کننده دوم یاشار کبیری. و نوبت به یاشار رسید. ولی میره میتره کنه، قول میدم. آقا داماد و پدر عروس برن تو اتاق با هم سنگاشون وا بکنن. بریم حلش میکنم. رفتیم نشستیم؟ گفت بله الان بهت میگم. باشه شما عصبی، بعدا ما هم صحبت میکنیم. این بزن بگید. یاشار بالاخره. راحت شدم. یاشار کبیری. یه ذره دیگه فضای آشناتره، ولی خب یعنی برات راحت تره، آروم تره. آره یه ذره دیگه این سری حداقل میدونم. سلامت. کلسیم، پتاسیم اینا رو داریم، خوبه. یه همچین فضای توی بدن. آقا آخیش، واقعا آخیش. یاشار کبیری. ما پرستارا که دیدم یه مدت زندانی و انباری. گفت غلط کردی دیگه دکتر باید بری. یاشار کبیری. یاشار عزیز ما، فکر میکردی اینجا تموم شه همه چیز؟ دیگه مسابقه است دیگه، بالاخره یه جایی تموم میشه. او چه روحیه بالا. فکر نمی‌کردی تا فینال بری؟ نمی‌کردی اون خب نفر همه اول شی؟ وقتی دارم میام با همون فکر و ایده میام، ولی خب زود گذشت ها؟ آره واقعا. الان اگر فکر کنی زود گذشت. خیلی خیلی خوش گذشت؟ خیلی. واقعا همین که بودیم تو این برنامه، حالا اونجا نگفتم ولی اینجا میگی که اینجا میگم که اگر خندوانه نبود ما کلا نبودیم. آیه جواب قربونتون برم. لطف داری. موفق باشی از اینجا به بعد. مرسی. چیکار میکنی اینجا به بعد؟ میری چه شغلی؟ هستم. شغل عوض دکتری رو ادامه نمیدی؟ اون من کلا خیلی کار میکنم. دکتری میکنم، موجیگری میکنم، تئاتر بازی میکنم، استندآپ میکنم. پس حسابی میبینیم. قربونتون برم. موفق باشی. مرسی. از این دو آقایی که روی صحنه باقی موندن، یکیشون 580,204 رأی آورده که میشه نفر دوم جدول. یکیشون 383,028 رأی آورده که میشه نفر سوم جدول. بیاین جلو، بیاین جلو، بیاین جلو، بیاین جلو، جلو جلو جلو. منم مدل امیرعلی برم بینشون واسه. چاکرم چاکرم. میفهمم که برای شما دوتا که الان اینجا نشستین، خب ترجیح میدادین هر دوشون میمدن تو مرحله بعد. ما هم شاید همین حسو داریم، همه بچه ها دوست داشتیم مرحله بعد میدیدیمشون. شدنی نیست، مسابقه است و بالاخره یکی میره بالا و یکی از میشه. کسی که به مرحله بعد راه پیدا کرده و به همراه نیما سهرابی، محمد حسین توسلی
هانا ستوهی میره برای نیمه نهایی و می جنگه تا به فینال برسه، علی غریب. خدا شکرت، دست شما هم درد نکنه. مرسی که حمایت کردین از تک تک عزیزانی که رأی دادن. ممنونم. آقای جوان ممنون، آقای مجونی ممنون، آقای جوله خوش برگشتین. دمتون گرم. تشکر میکنم. ان شاءالله که بتونم تو مراحل بعدی همینطوری دلتون رو شاد کنم یه کوچولو و امیدوارم هر چیز زودتر محمد حسین توسلی و امیرعلی نبویان هم حالشون خوب بشه. دم خودتون گرم. به افتخار خودتون. بفرمایید. من هم همونطوری که میدونید خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم از اینکه توی این برنامه واقعا شرکت کردم. یکی از شانس‌های بزرگ زندگیم بود. قاعدتا من تا همین جاشم نباید می اومدم، این رو میدونم و امروز هم حتی با خودم یه عهدی کرده بودم که خب حالا خدا رو شکر درست شد همه چیز. اما تشکرها رو همه بلدیم، ما از خانواده، از اساتید، از داورا، از مردم خوبمون. من یه چیزایی تو این چند روز دیدم اصلا بی‌نظیر. مثلا یه خانومی میگفت من 4 تا مرغ داشتم، برای سلامتیش یه دونش رو برای تو نذر کردم تو حرم امام رضا، جاهای دیگه. اصلا عجیب بود، من خودم کفم بریده بود. من اول این چیزی که میخوام اینه که به افتخار مردم با صفای کشورمون یه دست مشتی بزنیم. ماشاءالله. الهی اونایی که نمیخوان چشم شما رو همیشه پر نور و لبتون رو پر خنده ببینن همین الان در بیاد و الهی که ما به اونجایی برسیم که بتونیم یه تنه غمتون رو پرپر کنیم، همینطوری که داریم اینجا میبینیم. من فقط نیومدم اینجا چیزی بگم و برم، چون هم به لحاظ فنی خیلی چیزها رو یاد گرفتم، هم به لحاظ اخلاقی از اساتیدم که اصلا راضی نیستن الان بخوام من هی بیام اینجا بگم و اینا. اما یک چیز رو میخواستم بگم. چیزی که من در این برنامه اجرا کردم به هیچ عنوان استند آپ نبود و فقط داشتم تجربه میکردم. چیزی که دوست داشتم اجرا بکنم قطعا این نیست و یک کاراکتر دیگری رو مجبور شدم طراحی کنم. حالا داورا خیلی میگفتن عزیزای دلم، تاج سرام، نور چشمان، پیشکسوتان، که به آن بهترین خودتون برسید، ولی برش کن. این که اینجام و در بهترین نقطه دنیا ایستادم جلوی چشم بهترین مردم دنیا برای من از همه چیز مهمتره و سرتون سلامت. جسارت شما الان مهدی جان، یکی این که میخواستم بگم دیدی مردم چقدر دوستت دارن، رعیات و اینا رو که خودت اذعان کردی و میدونستی بیشتر از همه. تو خیلی خوبی و متاسفانه میدونی خیلی خوبی، ولی برای ادامه راه باید بدونی این کفاف نمیده. چند تا چیز رو باید خیلی روش کار کنی. یک، پوسکلوف باشی. این درسیه که به من دادن روز اولی که سال 84 که من اومدم کار بکنم. تو این مسیر باید پوسکلوف باشی. دو، این کار درسته تو تنها میای روی صحنه، ولی کار تیمیه، کار تعاملیه. هر چقدر بیشتر اینو در خودت آموزش بدی که با با تیم کار بکنی و بتونی تعامل بکنی بهتره. سوم، متن در تئاتر، متن در سینما، متن در استندآپ. تازه در کارهای دیگه عناصر دیگه ای هستن که به کمک متن بیان یا کمبودهای اونو پوشش بدن. موسیقی هست، فیلمبرداری هست، میزانسنا، دکوپاژا، نورپردازی، همه چی، هزاران چیز. توی استندآپ اونا نیستن
و فقط تویی و متنی که داری. خیلی بیشتر تکیه کن رو متن و تعامل کن با نویسنده های همراهت که حالا در مسیر خودت با اونایی که در واقع باشون هماهنگی و همراهی بیشتری داری کنار خودت قرار میدی و پوسکولوف باش. همین سه تا بیشتر از تو خواهیم شنید و مراقب خودت باش دیگه. دم تو گرم. قربونت. همه بیشتر از همه از خودت مراقبت کن. اجرای اول تو یادمه، اولین اجرایی بود که ما اینجا نابود کردیم رو. یعنی خب این کاره هستی ولی دقیقا درسته دیگه. ماجرایی که الان مثلا تو داستان اصلا تو هم نیستا، خیلی از بچه ها داشتن آسیب میدیدن از متن، اونم نه اینکه سوژه ندارین. شما اصلا نباید سوژه داشته باشین، اصلا نباید دنبال سوژه بگردین. نگاه شما به یه اتفاق معمولی اونو برای ما تبدیل میکنه به سوژه. اینو باید پیدا بکنید، یعنی جایگاه خودتون رو به عنوان یک نگاه. اون بخش مهمترین چیزه. به لحاظ اجرا تو روز اولم نشون دادی واقعا اصلا هیچ چیزی کم نداری. منم دقیقا همینه، فقط میگم من اینجا متن تازه متنم سوژه، اینا رو ول کن. اینجا این آدمی که به عنوان استندآپ کمدین وایستاده مجرینی اینه، فقط همین. من یه نکته راجع به علی غریب بگم. اینکه آقای مجونی چند بار در مورد تو فرمودن به درستی که تو چقدر استانداردی و در واقع فراز و نشیب نداری یا استانداردی، این در واقع فکر میکنم اینجا به کار تو اومد. یعنی ما میگفتیم آقا چرا تو فراز نداری، چرا یه اتفاق عجیب غریبی نمیفته. این استاندارد بودن تو باعث میشه که فرود هم نداشته باشی. یعنی حتی یه جاهایی که متن تحلیل میره، یه جاهایی که آدم ممکنه مستهلک‌تر بشه، فرصت‌ها کمتر باشه، به هر چیزی تو همچنان اون استاندارد رو داری و اینجا نشستی به خاطر همین استاندارد بودنه. و اون اگر یک بدیهایی داره که مثلا ما میگیم یه هویی ما به وجد نمیایم، میگیم چی کار کرد و اینا، ولی عوضش افسوس هم نمیخوریم که خراب کرد و چرا اینجوری شد و اینا. و دم تو گرم. انشالله در ادامه اون توقعی که با توجه به پتانسیل دست داریم و اونو ببینیم ازت. مرسی. فدای تو بشین. مخلص. آقا ببخشید این حرف منو درست گفتم در مورد این، یعنی استاندارد بودنه، درسته یه جایی به فراز و نشیب نداشتنه، اونجا اگه به وجدمون نمیاره ولی کمک میکنه که اجرایی و پایینم نداشته باشه و اینجا بیاد بشینه. ببخشید من دو حرف شما آقا ما مخلصیم. کامنت دادم. من تموم شد جوله. الان دیگه کسی نمونده دیگه. باید بریم. میخوام راجع به مهدی حرف بزنم. تو به حرف نزدی هنوز. منم جز شما اونجا. آره معذرت میخوام. مهدی جان تو شخصیت دراماتیک مسابقه خنداننده شو 3 بودی. یعنی یک اجرای درخشان، بامزه، بترکون. بعدش اجرای دوم تو به همراه مریضی و آسیبی که تو اون لحظات داشتی اومدی یک اجرای کاملا ناموفق کردی و به نظر من اجرای بدی بود. غیر از ماجرای سلامتی و شادابی که باید رو صحنه داشته باشی، متن بدی بود و مردم پای تو واسطادن و به تو رأی دادن و شاهکار رأی دادن. نقش بغل کردنای من رو هی داری کمرنگ می‌کنی. نه صبر کن، تو هم که جای خودت نماینده انجمن آغوش و گریه بود. ولی واقعا مردم پای تو واسطادن، رأی دادن، بی‌نظیر رأی دادن. شبی که تو اجرا تموم شد توی خونه، من چون دسترسی به این پنل دارم که ببینم، ببین تو اینجوری بودی از پایین جدول همینجوری میمدی بالا و من حیرت زده بودم که چه جوری دارن رأی میدن و واقعا عجیب بود. من فکر کنم تقریبا همه آدم اینجا، کسایی که اینجا بودین به اجرای دوم داوودی کیا رأی دادن؟ همه رأی دادیم. خب
که البته من به همه‌تون اصولا همیشه رای دادم. من همیشه به همه دورا به همه شرکت کننده رای میدم. نکتم اینه من آرزو داشتم اجرای سوم تو در مرحله 3 میترکوند به دلیل اینکه حال مردم بهتر میشد، چون میگفتن آخیش طرف رو پاش واسطادیم دیدین دوباره اومد ترکوند. ولی این اجرای سوم تو کاملا حال همه اونایی که تو حمایتت کرده بودن گرفته شد. یعنی من فکر میکنم اگر یک روز دیگه ای یک موقعیت مشابه پیش بیاد این بحث بین آدما قطعا شکل میگیره. نکنه مثل داوودی شه، نکنه پاش واستیم نتونه جبران بکنه. میدونی چی میگم؟ این خیلی اتفاق عجیبی شد. من آرزو داشتم میشد و تو میشد واقعا میشد، ولی یه سری چیزا هست. خب حالا من میگم شانس. من ببین 15 سال کار تئاتر دارم میکنم و از تو صحنه‌ام که انداختم مثلا اومدیم کف خیابون با مردم، من خیلی داوری شدم. خیلی میدونم همه جا سلیقه هست، ولی خب مردم اینجا واقعا اومدن هویت به من دادن. من فقط میخواستم بگم من دریغ نکردم، من تلاش خودم رو کردم، اما بعضی موقع الهی شکر. و من اینو اضافه کنم که مخالفت کنم با شما، مردم ازت سرخورده نشدن. اگه سرخورده شده بودن رأی سوم نمیشدی. نه سرخورده نیست. به نظرم توقع داشتن که بترکونه، وقتی نترکوند گفتم حالشون گرفته شد. آره ولی با این حال باز پاش واسطادن که رأی سوم شد. یعنی با این حال باز پاش واسطادن و همچنان تو رو دوست دارن و همچنان به تو امید دارن. هنوز به تو رأی دادن که جز 4 تا بیای و هنوز اون استنداپ قشنگه و اون استنداپ درسته رو از تو ببینن. اجرایی که اینجا کردم نه من میخوام بگم اون عشق مردم و امیدی که به تو دارن و توشه راحت بکن با کامنت به درد بخوری اگه دادن. نجور گذشته رو پوسکولوف باش، با آدما تعامل کن و رو متن تاکید کن و برو بتازون. این عشقی که مردم به تو نثار تو کردن و توشه راحت کن، برو حالشو ببر. ببین یه لحظه ببخشید. ببین چیزی که وجود داره، تماشاچی، مردم، مخاطب وقتی میشینی یه اثر رو نگاه میکنه هیچ کاری به این که چی پشتش بوده و چی راجبش گذشته نداره. محصول رو میخواد تماشا کنه، ببینه دوستش داره یا نداره. درسته؟ این که چه مسیری رو طی کرده چه اهمیتی داره. من الان حرفم اینه وظیفه ما به عنوان تولید کننده یک اثر، وظیفمون اینه که بهترین چیز رو ارائه بدیم. بعد اگه بخوایم بگیم آقا من باعث شد، اون باعث شد، اونجا باعث شد، این باعث شد، اینا دیگه زیرنویسه که کسی نگاش نمیکنه، واقعا هم اهمیت نداره. ما نمیتونیم هیچ وقت خودمون رو سنجاق کنیم به اثرمون، هی توضیح بدیم که آقا اونجا به این دلیل، اینجا به این دلیل. پس توضیح حواشی و پشت صحنه واقعا بی اثر و بی اهمیته. و خواهشم به عنوان کسی که 30 ساله دارم کار میکنم از تو به عنوان همکارم اینه که لطفاً هیچ وقت اجازه نده آنچه که در پشت صحنه اتفاق میفته و وجود و حضور داره تأثیر بذاره رو کارت که قراره به مردم ارائه بدی. مردم بهترین تو رو توقع دارن و حقشون هم از تماشاچی بهترین تو باشن. و اون وقت نمیتونی که تو محصول کم ارزش ارائه بدی بگی دلیل داشته. هیچ دلیلی نداره. هیچ دلیلی نداره غیر از عدم ناتوانی ما در ارائه محصولمون. پس لطفاً همیشه از گفتن آنچه که به تماشاچی ربطی نداره پرهیز کنیم. آفرین. تموم. دمت گرم. آخرین نفر رو تشویق کنید. بیا مهدی. بیا مهدی. خیلی شکریم. خب مهدی داوودی، بالاخره نوبت مهدی داوودی شد. چه بلا یه زمان شیرین داوودی دارم من خلق کردیم بهش میگه غذا آمدن تارستم چه صبح واقعا فردا تیبیل شکن دیدم بابامه تارشش پاکت دیدم بابامه
آخه قرعه در اومد رفتی؟ واویلا وای اینجوری شدیم چه میکنه؟ ولی خداییش حلال واری بود. این داداشم که این نمایش خاطره دارم گفتم واقعا گاز ندارم من خیلی گاز چیکار کنم. گفتم داداش دارم میام نگران نباش دست کار خودتون. ببینیم میرسه به بچه‌ها میرسیم به خدا. ببر تو اتاق. مهدی داوودی ماشاءالله. مخلص انسان بندر لنگه من خب بهترین شغلی که چی که هم میگفتن چی به درد من نمیخوره شیرالات هم پیشنهاد کردم. و مهدی داوودی یعنی حرفا رو زدی هرچی که آره. گفتی و بهانه میشه گفت. آره دیگه یه خوردم بهانه بود ولی واقعا فقط میخواستم بگم که چیزی نمیخواستیم که چیزی کم بذاریم. یعنی اینجا به همراه مربی ما واقعا زحمت خودمون رو کشیدیم ولی خب یه جایی هم اینکه ما کم میاریم بیارزگی خودمونه. من واقعا راست میگم استادم آقای جوان واقعا ما نباید بندازیم گردنه اینکه خب چه اتفاقی افتاده واقعا به کسی ربطی نداره. من باید به قول اون کسی که محصول رو ارائه میکنم درست بشم ولی واقعا یه روزی همین اجرا رو دوباره اجرا میکنم و اجرای قبلی رو اجرا میکنیم واقعا میفهمیم که میشد. آره مثل همون اجرای اول بود ولی خب حالا دمت گرم کار به اینجا رسید ولی این مهمه که دم همتون گرم خیلی دوستتون دارم. چیکار می‌کنی؟ ادامه میدید دیگه استندآپو؟ من همیشه جنگیدم هم توی عرصه نمایش تا بله اصلا لذت بخش وقتی شادی مردم رو می‌بینیم قربونش. موفق باشیم. شکری. بفرمایید. یار تو یاور تویی دوستدار تو هم سنگر تویی بچه های موسیقی یه 30 ثانیه انرژی بدین بریم بالا. بچه دست دا توقع دارم. باریکلا هومن آتیشپاره. خب آماده این؟
موسیقی یارو رو بزن، به قول یارو کن. علی غریب. شب اول علی غریب با نیما سهرابی. و محمد حسین توسلی و هانا ستوحی هم در شب دوم. خیلی هم عالی، متشکرم آقای شاه حسینی. خب روش اینه، در شب خودتون اجرا که کردین، در شب خودتون رأی جمع میکنید و در شب خودتون تکلیفتون روشن میشه که به مرحله بعد تشریف میبرید یا خیر. یعنی شما اون شب علی و نیما با هم رقابت دارن و هانا و محمد حسین با هم. هر کدومتون رفتیم بالا، اوه 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 چقدر هیجان انگیز. خیلی هیجان انگیز. خیلی هیجان انگیز. وای. خیلی خوب. لطفاً بروید و بهترین اجراتون رو آماده کنید. آقای توسلی میرسن تا اون روز؟ این هفته که آرا اعلام شد، هفته بعد هیچی، هفته بعد پخش مرحله نیمه نهاییه. یعنی بچه ها یه چیز دور و بر 10 روز، 11 روز، 12 11 روز، 11 روز وقت دارن که هم توسلی حالش بهتر بشه انشالله، هم شماها به متنتون و اجراتون بهتر میرسین. تماشاچی 2 هفته دیگه اجرای مرحله نیمه نهایی رو خواهد دید. به نظرم 4 تا اجرای در حد نجات و خیلی هیجان انگیز و مرگ و زندگی میبینیم از بچه‌ها دیگه. و بعد چه فینالی بشه. وای. برای فینال هم فرصت به اندازه کافی فکر می‌کنم باز داریم. حتما میدیم. من الان دارم میگم اینو، دارم در غیاب توسلی هم حتما بهش بگیم. حتما ما 3 نفر از اینجا به بعد در کنار شما بیشتر هستیم. یعنی لطفاً از نظر متن، از هر 3 ما، از نظر اجرا، از هر 3 ما هم در کنار بچه‌ها و مربی‌ها کمک بگیرید. خب که تماشاچی در نهایت بعد یه اجرای درخشان ببینه و از اونجا که ما هم دیگه رأی نمیدیم، پس ما راحت‌تر میتونیم در کنار شما باشیم و کمک کنیم. باشه؟ بهتره کنیم. خدا حفظت کنه. افتخاری بود برام در خدمت شما عزیزان باشم. خوشحالم مرسی از در کنار شما هستم. شاکرتم. آرزوی سلامتی دارم برای یکایک شما. امیدوارم که این روزهای سخت بگذره و ان شاءالله روزهای شادی باشه برای همه شما. برای تو هم همینطور. کنسرتی در راه داری؟ والا قرار بود ولی کنسل شد دوباره. به خاطر شرایط الان کنسل شده؟ بله الان همه برنامه کنسرت‌ها کنسل شد. ولی ان شاءالله اسفند ماه باشه که به خاطر اومیکرون آروم بشه دوباره راه میفته دیگه. بله. منتظریم. قربونت برم. دمت گرم. قربونت برم. افتخار فریدون. بریم برای خداحافظی. آقا خسته نباشین. شما هم خسته نباشین. این بحرانی که پیش اومد و خیلی خوب مدیریت کردین با همین چینش و جادو و جنبل و اجراتون و همه شما گرد. نقش بازی کردن و اینا. حالا ما شوخی کردیم ولی عالی بود. مرسی. متشکرم از تو. خیلی خوشحال. میدونم بابا، منم دارم تشکر میکنم. با حال کردم میخندم. همه چی رو بعد جواب بدم. خیلی خیلی خوشحالم اینجای دوباره. بیاین. فقط بچه‌ها خیلی به هم نچسبین. هنوز اومیکرون وجود داره. همین که ماسک به سر و صورتتونه دلیل نمیشه. چطوری؟ تو چطوری؟ عالی. تو چطوری؟
شما بیا اینجا. آره خدا رو شکر، خدا رو شکر. پس بلند داد بزنیم بگیم مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم، شما خیلی قشنگی، خدا شما رو خیلی حفظ کنه. در کنار خانواده باشید، راضی باشید، پرروزی باشید، خوشروزی باشید، سلامت باشید، کیف کنین تو زندگیتون و ایشالله که آرامش همینجوری سرایت پیدا بکنه به همه بخش‌های زندگیتون و این که همه مریضان از بستر بیماری بلند شن. شاکریم. 1 2 3 شاد باشید.